امروز صبح بیدار شدم از خواب و بدون هیچ دلیلی مودم خوب نبود. از اون روزایی بود که اصلا تو مود خوبی نبودم، خیلی فازم پایین بود. زنگ زدم به الناز، گفتم ببینم الناز داره چه کار میکنه، یه ذره شاید با هم بتونیم یه کاری کنیم. دیدم النازم مثل خود منه، جدا از اون روزمرگی که هممون واقعا داریم همیشه که اثر میذاره تو حالمون، داشتیم با الناز همینجوری صحبت می‌کردیم چه کار می‌تونیم بکنیم، چه کارایی ما می‌کنیم معمولا که یه ذره حالمون رو بهتر کنیم. الناز چه کار می‌کنه؟ من همینطور که گفتی دقیقاً امروز صبح منم اون حالت رو داشتم. گاهی اوقات به قول خودمون میگیم از دنده چپ بلند شدیم یا دنده راست. من دقیقاً امروز هم از همون دنده‌های چپ بود که میتونم بگم مودم یعنی خوب نبود. ببین مریم، اینجور موقع‌ها من اولین کاری که به ذهنم میاد، خب خودم خیلی دوست دارم، میدونی که مثل خودم ورزش خیلی کمکم میکنه. کاملا. دقیقاً مریم یه چیز دیگه، گاهی اوقات من حالا غیر از این که میگیم ورزش و تغذیه و اینا، شاپینگ هم خیلی حالمو خوب میکنه. شاپینگ حال هممون رو خوب میکنه. ببین مخصوصا یه چیزی همه اینا کنار هم بذاریم میبینیم که همش اگر فوکوس کنیم رو بادیمون، این کمک میکنه که حالمون بهتر باشه. حالا چیزی یه کریمی که حالت فرش باشه دست و صورتمون می‌زنیم، می‌بینید روحی هم حالمون تغییر میکنه. حس تازگی با آدم دست میده. یه شمع برای خودتون روشن کنین، یه ذره نور رو کم کنین، یه میوزیکی که آرامش بخشه، یا اگه میتونین حتی اینایی که صدای طبیعی دارن، مثلا سعی کنین که نمونین توی اون مود بدی که دارین، یه راه براش پیدا کنین که ازش بیاین بیرون و خودتون مجبور کنین به این که از جاتون بلند شین یه کاری بکنین. مودتون بهتر میشه و مودتون که بهتر بشه خودتون بیشتر دوست دارین که بلند شین از جاتون یه کاری بکنین، سر حال‌تر میشه. دوست داشتیم امروز رو باهاتون شیر کنیم. خیلی خوشحال میشیم اگه شما هم چیز دارین برامون تو کامنت بنویسین، شما به ما بگین شما مودتون رو چجوری بهتر میکنین. مرسی که با ما بودین، مرسی که با ما بودین، گوش دادین، وقت گذاشتین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.